ما دو سه نوع موضوع را باید تحلیل بکنیم. اولی که مسئولیت هر کدام ما شما اقلا امیست که در اخیر شب بخیزیم و بگویم پروردگار سر ما رحم بکن. اقلا اگر همی کارم نکردیم در حقیقت ما جفا میکنیم با خود ما، با کشور ما و با دین ما. اول امیست که از الله بخوایم حل از این قضیه را که دیگر از دست توان ما نیست. دو، از خود پرسان بکنیم که ما ظرفیتم چی است، یعنی کدام کار مثبت را ما کرده میتونم که منتج شود به امن افغانستان، به عزت افغانستان، به ختم جنگ در افغانستان، منتج شود به اینکه بی اتفاقی ما گم شود. کدام رول را بازی کرده میتونیم. یعنی هر کس خود را مشناسه که در کدام جای مؤثر است و یک خشت مقبول شود در اون جای گذاشته شود. این دوم نقطه است که ما بگیم. بنان سوم حالت دیگه است که اگر خود ما ظرفیت های ما ضعیف است، به اهل علم، به اهل فن، به اهل ذی صلاح مراجعه کنیم. برش بگیم که این کشور خو از ماست، بیان که یک کاری خوب بکنیم تا که ما به طرف سعادت و به طرف امن و به طرف آسایش بریم. ما به این باور هستم اگر یکی از این کارها را نکردیم پیش خدا هم مسئول هستیم و پیش وجدان هم مسئول خود بودیم و به تاریخ افغانستان هم مسئول خود بودیم. روی اساس پیشنهاد ما است که ما در شرایطی هستیم که اگر مردم ما سر سیاسیون ما فشار مثبت را وادار بکنه تا بتانن که یک پیام واضح و روشن را به حل قضایا داشته باشه و همین فرصتی که فعلا ما اختیار داریم، فعلا بهترین فرصت طلایی است، از این فرصت مثبت استفاده بکنن، اختلافات شخصی خود را، سلیقوی خود را، حزبی خود را، نفسی خود را کنار بگذارن و بریم به طرف یک کار بزرگتر. من برداشت می است که رول به اصطلاح تعریف فقهی بگیم عرفا و رول اهل علم، مشران قوم و کلانای سیاسی مهمتر است که در یک خط رابطن. ولی چگونه باز بتیم؟ یعنی یک خطه باید بوده باشه، یک چوکات باید جور شود که او چوکات را به معرفی بگیریم. روی اساس مثلا اگر پیش خودت کدام نظری است که چگونه ما این کشور را بسازیم و چگونه ما این ناامنی را ختم بکنیم، چگونه ما میتونیم که این مذاکرات را مثبت بگردانیم، قضیه را حل بکنیم، آسانترین طریق طرح تا که داری او را در فیسبوک شریک بکن، با ما مردم بگو که ما برای قضیه انت یک حل دارم، شما اگر همراه همکاری بکنین انشالله بهتر خواهد بود. و جزاکم الله خیر.